سلام. با نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر ورژن 21 خدمتتون هستیم. نصب نرم افزار به این صورت هست که شما فایل نصبی رو از سایت‌های معتبر یا دانلود سافت 98 دانلود میکنید. یه فایل ایزو بهتون میده. با نرم افزارهای مثل آلترا ایزو یا اگر ویندوزتون 11 هست میتونید مستقیما روی درایو مجازی ماونتش کنید. فایل ایزو رو ماونت میکنیم، توی درایو جی قرار میگیره. می‌بینید که یه قسمت لایسنس داره که در ادامه بهش میپردازیم و فایل نصبی اینجا قرار داره. قبل از نصب کردن حتما دقت بکنید که ویندوز دیفندرتون غیر فعال باشه. از این قسمت ویروس منیج ستینگ ریل تایم پروتکشن رو قطع میکنید و دقت کنید که به اینترنت متصل نباشید. خب در ادامه شروع به نصب نرم افزار میکنیم. روی نصب کلیک میکنیم، محیطش برامون باز میشه، نکست رو میزنیم، اکسپت میکنیم لایسنس درخواستی رو. تیک اول که به طور پیش‌فرض خورده شده، دو تا تیک دیگه اختیاریه که پیشنهاد میشه حتما براتون فعال باشه. نکست رو انتخاب میکنیم. دقت کنید اگر از قبل این ورژن رو داشته باشید اینجا یه اروری بهتون میده و میگه که این پوشه خالی نیست. اگر نرم افزار رو پاک کردید از قبل، دقت کنید که پوشتون پاک شده باشه کامل که بتونه اینجا نرم افزار رو براتون نصب بکنه. دوباره به این آدرس های نصب دست نزنید و بذارید که همین بمونه. نکست رو میزنیم. اینجا هم دون پارتیسیپیت رو بزنید که براتون نوتیف نیاد. نکست رو انتخاب میکنیم و نکست و منتظر میشیم که نصب بشه. ویدیو رو نگه میدارم، بعد از پایان نصب خدمتتون هستم. خب میبینیم که اینجا نصب نرم افزار به پایان رسیده. تیک ران آلتیوم دیزاینر رو برمیداریم و دکمه فینیش رو میزنیم. به پوشه لایسنس میریم برای کرک کردنش. اینجا از مگنیفایر استفاده میکنم. میبینید که این فایل اینجا هست. یه فایل ریدمی هم براتون قرار داده، حتما مطالعهش بکنید، خالی از لطف نیست. برای نصب shfolder.dll رو کپی میکنیم و میریم به محیط مسیری که نرم افزار رو نصب کردیم. مسیری که نرم افزار رو نصب کردیم پروگرام فایلز و آلتیوم AD21 هست. این فایل رو همینجا پیست میکنیم. می‌بینیم که اینجا قرار داده شد. اگر این لایسنس ها براتون اینجا نبود، میتونید با استفاده از لایسنس جنریتور برای خودتون لایسنس ایجاد بکنید. خب نرم افزار رو باز میکنیم، منتظر میشیم که نرم افزار باز بشه. بسته به قدرت سیستمتون ممکنه چند دقیقه طول بکشه. اینجا هم استاپ میکنم ویدیو رو. خب نرم افزار باز شد. میبینید که اولین محیطی که براتون میاره بخش لایسنس منیجمنت هست. برای اکتیو کردن آلتیوم دیزاینر از این بخش add a standalone license file استفاده میکنیم. روش کلیک میکنیم، به پوشه ای میریم که توش فایل لایسنس هم قرار داره. اینجا توی درایو مجازی بود، لایسنس و یکی از اینا فرقی نداره که کدوم رو انتخاب میکنیم. من مثلا سومی انتخاب میکنم. اینجا میبینید که زمان ولید بودن لایسنس رو بهتون گفته تا 20 ولید هست و میتونید از آلتیوم استفاده بکنید و هیچ کار دیگه هم نداره. اینجا اکتیو شده و نیاز نیست که هیچ کار دیگه بکنید. اینجا میتونید سیو بکنید لایسنس رو. اگر
این لایسنس رو نیاز داشته باشید یا مثلا متوجه بشید که این لایسنس معتبره و بخواید فقط همین یه دونه رو داشته باشید، میتونید از اینجا سیو بکنید لایسنستون رو. کار دیگه نیاز نیست بکنید. نرم افزار رو میبندیم. خب بعد از اینکه لایسنستون رو اکتیو کردید یه بار نرم افزار رو میبندیم و دوباره اگر باز بکنید میبینید که نرم افزار آلتیومتون کامل کرک شده و قابلیت استفاده از اون رو دارید. میبینید که صفحه لایسنس منیجمنت دیگه برای ما ظاهر نشد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.